کنجمو علیوه بعد 46 سال حیات اویلوی از شوهرش رسما جدا شد. این مادر 67 ساله میگوید با زورآوری از جانب شوهرش همین قدر سال طاقت کرد. عاقبت حیات دشوار به دلش زد و به خلاصه اومد که از او جدا شود. اول غمی دود با میگشت میگو که نفهمیدم به حقلی کردم با مثال زارم نولا میگه که خیلی ببخش مرا و به خاطر فرزندو میگشتم گفتم با هم زندگی را دوام میدادیم جوش من در 2 گلک داشتم در 3 گلک داشتم امی بچه‌ها گفتن که همه ویخه میودم به مصیبت و هر اخیر همون میتا بیا میلم سر وقت ما می 3 گلک ترا ای گلک خودم بالا میدونم کاتا میکنم های ای توبه کدای ای دیگه مرده که خوبش دنیه ما گلکم ساغر نمیکنه تن ساغر نمیکردگی من عاقبتش به این درجه رسید داشتگیم یک بچه 4 دختر نو و سازان که سال 2013 هم قانون جمهوری تاجیکستان درباره پیشگیری زورآوری در اویلا قبول کرده باشد از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان موردی عمل قرار گرفته باشد هم میبینیم که تجربه کاری همه روزه ثابت می نماید که هنوز هم در بین اویلا ها زورآوری چطوری که ما میدونیم زورآوری روحی، جسمانی و دیگر نمودهای زورآوری تا حاضر هم دیده می شود. زورآوری نسبت به زنان یکی از سبب‌های اساسی جداشوی اویلاها در ناحیه وسیع یکی از کلانترین ناحیه ولایت ختلان گشته است. طبق اطلاع بخش ثبت اسناد ایالت شهروندی این ناحیه در 6 ماه اول سال 2025 27 عقد نکاح بکار کرده شده است. این امور نظر به سال گذشته خیلی کم شده باشد هم با وجود تدبیر اندیشی‌های حکومت کشور مقامات‌های محلی حکومت دولتی زورآوری نسبت به زنان هنوز هم هستند. در جمهوری تاجیکستان عقد نکاح این اتفاق اختیاری می باشد و بنیاد کردن اویلا هم باید که به طور اختیاری با روزگی طرفین باید که اویلا بنیاد شود ولی متاسفانه طی سالهای اخیر وقتی که با نوخانه‌داران ما هم صحبت می شویم می بینیم که جوانان در مدت کوتاه‌ترینی که حتی شناس هم نیستند میخوان که اویلای خود را بنیاد کنند و در نتیجه ان همه نادیده گرفتن یکدیگر و خوب خصلت یکدیگر آشنا نبودن در نتیجه ان همینا وقتی که اویلا بنیاد می شود علاقه ناسازگاری اویلاها پیدا می شوند وقتی که خوب خصلت یک نفر رو دخترک نمیداند یا که پسر خوب خصلت دختر رو نمیداند این خیلی اویلا رو ما اویلای سالم گفته نمیتوانیم. در ناحیه وسیع زنان دچار زورآوری از جانب شوهر به حقوقشناس دولتی هم مراجعت کردند. از روی ثبات 5 ماهه بیوروی دولتی حقوقی قسم زیادی مراجعت کنندگان زنان به قید گرفته شدند. حقوق و آزادی شهروند از همه بالاتر است. انسان باید که ارزش عالی داشته باشد. وقتی که در زندگی روزی نیک نمیبینه بهترش جدا شدن است. اگر سالهای دراز مثل 10 سال 15 سال یا 20 سال اومده زندگی میکنه روزی نیک دیده نمیتونه هر روز لط کوب یا هر روز هم دیگر فهمی یا که با کمک نرسوندن این یگون معنا نداره یا که بگی جدا نشوند. کنجمو از پدر و مادر 2 برادر دارد. در اویلا او یگانه دختر بود. بعد ختم مکتب میانه دیگر نخواند. کسب و هنر هم از خود نکرد. در سن 21 سالگیش با خواهش والدانش او شوهر کرده است. این بنده شریخان خوده فکر میکنم میگوی این زورا هست و به زندگیم خوب میشه راستی گپ گویا که من ای حتی زبان ختم دادم اکومدا که من دیگه دین بار قهر نمیام خای دین بار قهر نمیام من گفتم که من ساغر نمیکنم که مرد یک زورم نولاد داره من فرزند گذرنده ندارم زنی گذرنده ندارم. وقتی که یک اویلا پراکنده میشد این علاقه یک داغ است هم بروی مثال پدر و مادر میگن که دختر فلان کسا گرفته بردن 1 سال هم زندگی نکرد از یکدیگر جدا شدن در مردم ما حاضر چقدر زبان زده می شود همون دختر اینه اگر دختر ساز می بود در خانه شوهرش زندگی می یافت لیکن این کلا نادرست است. همین جدا شدن این معنای بدبخت شدن ندارد. بیکار کردن عقد نکاح یعنی تاثیرش بعدی بدن اون در اون است که فرزندو به تربیت میمونن از تربیت دور میمونن. بعضی حالت‌ها هستن که شرایط زندگی زن بسیار وزمین است. در خانه پدر مادرش امکانیت زندگی کردن ندارد. در خانه شوهر باشد یک شرایطی وزمین اقتصادی.
برای پیش بردن حیات باقی مانده‌اش کنجمو منزلی برادری کلونیش رو انتخاب کرد، زیرا که این عائله نظر به عائله برادری دیگرش کمتر هستند. پسر کلونی برادرش در مهاجرت مهنتی در روسیه است. کارهای روزگاری خانه پخت و پز رو کلینش پیش میبرد. کنجمو میگوید که در خانه برادرش او آرام و آزاد است. این رفت خونه مو اکای دیگرش رفت 10 هفته وریست تو من مردک گفتم برام خواهر تبگی بیو خونه خودمون ایول مکمه گولک مایدک خیلی تا اکای اونجا گولک بسیاری چور که کلین امی خیلی الگو و سریعتم خود سرش برداشت نمیکنه برای بیارش گفتم خونه هم خودم دوست خیمجا بعد آوردیم شمجا فوردش همیجا هایدگا ما آیاکا و آیانگا آی کلین ازمین تو اسمون می ندارم که سرشویش هفته خدمت باید منم کلین چش میدم اما هفته سر امروز میگم آره خیلی میگم او بودم میرم سر ما میشم پشت قولی میرم میشم من 14 تا دارم هر کجا دیلم نمیشن آیا تپنوی میره خبر میگیرم یا ساعتم نمیشنن میخیزه که اتم درک میوه خونه مو آدم ندارم. برادر کنجمو عبدالرحمن در دهه آن دهاتی باباشویان ناحیه واسه عمر بسر میبرد. شغلش مسافرکشانی است. از درآمد آن زندگی عائله‌اش را پیش میبرد. عبدالرحمن از مشکلات زندگی خواهرش کنجمو آگاهی داشت. زندگی هم اولش بزیب نکی گاد مورا نگرفت. میره گفتم که ولی ساز میشوا اینا گلک دار شدم بچه‌م میتاشه بچه‌م ترای اینا فرگشت اینا بعد بچه‌اش برهم خود بعد فهمید بعد که بچه‌اش برهم خود یعنی هر روز شتاب لغت در طوری سرش بعد دیگه فهمید که دیگه فایده نمیکنه خب وقت گذشت. وابسته به مسئله طلاق بیشتر مردا مراجعت میکنن چون که برای عائله دار شدن میخواد مرد تیزتر به عائله خویش بنیاد کنه. زن که از بس که مشکلاتای زیاد در پیش ای یعنی تربیت کودک‌ها دیگه عائله دار شدن نمیتونه یا بس کودک 4 کودک هیچ کس را زنی کردن نمیتونه یا که جایزی کودکاشو باید معین کنه یا اینکه تربیت کودکاشو بجامونه برای همین بیشتر زنده همین مسئله که ما گفتیم مهم نمیه. کنجمو در سیمای برادرش عبدالرحمن تگیاگاه و پشتیبان خود را می‌بیند. با کمک برادرش عاید حمایت حقوقش به مقامات‌های گوناگون مراجعت کرده است. ما باید برم بخونم خب مسئول ندید است تو موافق قانون تقسیمات مال ملکی و مسکون کردن به منزل استقامتی طبق قانون جمهوری توسعه در دام 3 ماه باید بررسی کرده شود. همین آدم مهنت کرد بعد دلش به مهنتش میشد. چه چاره بود چی انا گندم پندم چی که کار میکرد و جمع میکرد پاک زمره فروخت خورد. بعد بیکار کردن عقد نیکو یعنی دعوای مال ملکی بین طرف‌ها وجود میاد. اگر در دوره زن شوهری مثل مال ملکی یعنی یک جای داشته باشن میتونن که درباره تقسیم منزل استقامتی یا که دیگه اشیایی که در دوره زن شوهری به دست آوردگی اویل تقسیم ها به سود مراجعت کرده میتونن. این چون اگر در صورت نداشتنی حجت‌های تصدیق کننده یعنی که منزل استقامتی نداشتن حالتی وزنی بودن جایزیستی کودکو زن میتونه که درباره اعضای عائله مالک و مسکون کردن به منزل استقامتی در خانه جوابگر با عرضه دواگی به سود مراجعت کرده میتونه. مقصد مسکون کردن اصلا برای تقدیر کودک‌ها است. وقتی مسکون کرد در منزل استقامتی کدوم منزل ما در نظر داریم؟ منزلی که هنگامی برگزاری توی عروسی همون زن رو به همون خانه عروسش رو برده بودن. برای کودک‌ها شده همین زن با اون فرزندای نابالغش در همون خانه مسکون میکنه. از حیات عائلویش کنجمو 5 نفر فرزندان را به وای رسانیده است. 4 نفر دختر و 1 پسر. دختران را با توی و خرسندی به شوهر داده است. 1 دخترش خانوایران شده است. در حولی پدرش زندگی دارد. پسرش باشد 4 سال پیش از وفاتش از زنش جدا شد. کلینش به مهاجرت مهنتی رفت. تقدیر 4 نفر نبیره کنجمو از پسرش هم ناخوب است. 1 نفرش در محبسخانه، 1 نفرش دانشجو و 2 نفر دیگر نابالغند. کنجمو مقصد دارد که اکنون حق خود را از سابق شوهرش طلب نموده کلین و نبیره‌هایش را سربار شود.